چه کاره کجیر گریه میکنی؟ ها؟ چی گفته؟ نه چه کاره ماما؟ ها؟ چی بگو بابا دیگه دل بابا سر آمده. چی گفته ماما؟ چی گفته ماما؟ چرا گریه میکنی آخی؟ گفته خور به ما بگو. باور کنیم نیم ماما دل ما عدل ما یا دست بی مدرندر و دل بابا ترغه. نه شما من نمیگم شما بگه این روزی یکم دارو این زندگی یکم دارو یه هر روزی که نیه خدا بیامرزه مادر ما فکر کرد پیار ما با برا زن کرد ما دم به خوشی یک روز از این روز ندادم ماما. من نمیفهم که همین مادر اندر ما خودیم چی سرکش داره. نه یک پیاله چای نه یک لقمه نونی نه یک رختی نه یک لباسی هیچی ما درک نداره. همین که بیشتر نوشته که منو دگه شاید به تاریخ افغانستان آدمی نباشه. من نمیگم شما بگه ماما من چکار کنم ماما چه کار کنم چی بگم؟ من میبینی ماما جو یک سر دارم 1000 سودا. حالا که خدای پاک میت مدرنده به تو بداده که تو دید نداره که ببینه. گردن ما بعد مامانیه به خون سر دوستیه یک پیاله این که بریم میگم مادر یک پیاله چای بیار چای های میاره که یک هفته بوندیه لقمه نونی شرموندار با من بیده. نه همین راه خدای من نمیگم شما بگه اگه مادر من بمرده خب پیار من که زنده پیار من که بمون خونی خود چرا تو به می پیار خون نمیگی که بابا من دست می مادر خود به عذابم یک فکر احوال دگه به سرم بیار. اگر فکر احوال به سر تو میاره بیاره اگر نمیاره تو ور دارم میارم من اینجا به پیش خو میارم. ماما گردن ما بان همین مادر من نیه فقط هنو رو دیدی پیار من افتاده ایت نیه هرچی نگو ایت با یک 40 کلمه راست و حقیقت که ما بگو یک کلمه دروغی که مادر اندر ما بگه همونه خلاص پلیتی میشه بگوش پیار من میشه راست اصلا امیت اپیار تو جلو نشده می مادر اندر تو امیت از جلو شده که گردن و بند می تا گاهی وقتا فکر میکنم که نورالله زن نکرده نورالله شوی به تصرف. امیت پیار مادر من نمیترسه که حساب نداره که من نمیفهم چی رقمه. ماما جو بله اگه شو میسته که می شفتالار درو کنم مینار میرم به خونه میرم خودتو به خونه. اگه شو میسته که بست اگه نمیسته که برو به خونه خب برو ما باز میت میایم خودی پیار تو گپ میزنم کلاک تور میکنم. اگه پیار تو قبول که حداقل این بچه ما دیگه گپ نزنه مادر به سر کو خوب تا خوب. اگه قبول نکنم ما جو تور ور میدارم میارم بیخی معامله ما که به مرز و دادم بفته که تور ور میدارم میارم به خونه تا زمان زنده بشیم اینجا خودی ما کار کن مثل بچه ما مثل برار ما اینجا کار کن. تو زن میدم خونه میدم همه زندگی تو تیار میکنم همینجا باشه. خوارزادی منی تو اخوار ما بموندی مثل بچه منی فرزند منی تو هر دم ببینیم یاد ما خوار میاد. یعنی مامانیه اگه کار بکنی خیر بینی اگه نکنی گردن و بند میرم برو خون. من دیگه به او خونه تیر نمیکنم پیار نو پیار که به غصی بچه خونه باشه به فکر شکمی به فکر رخت لباس نجوری و خستگی و او پیار چیه پیار که برا مادر ما بمر خدا بیامرزه برا زن کرد اصلا نمیگه که تو بچی منی میگه ابا تو مردم کوچه ای به میخونه خودی ما زندگی پیار تو به کجا هست حاله؟ چی خبر دارم وقتی ماما که بریم وقتی ماما بریم ما بیزار نمیشفتل درو کردن و وقتی برای ماما بریم که امروز معامله تو معلوم کنم. میرم گردن ما بعد میرم برو خو میرم البته من اینجا زنده نیم. چی ماما این تم زندگی شده نشکری نمیکنه که گناه داره خود دیگه هم آدم پیاله چای لقمه نونی رخت لباسی که پاک ببینه نبینه تا ساعت خوار ما زنده بود خدا بیامرزه هوش و روان برات تو بود. این تشه و روز غم می نجوری خو اینا غم مرگ خور ندش غم میدیش که این بچه مکجیر بعد از ما چه کار میشه. گفتم خوار جو ما زنده ام ما به سر حاضرم ما تا یک قطره خون داشته باشم در مقابل بچه تو استادم دلجم باش. میگویی بی نورالله زن خونه خدا میدونی بچه ما چه کار میشه. همو تنبو شد همو گپ به خوار مال اساس شد. بره ماما بره
گریه نکن بره امروز معامله تو خودی پیاک و الله فاصل یا کنه زودتر او تا به میجی برسه. تو کجایی برات ماما خو رفته بودی؟ من گفتم بعد تو به من چای آوردی. بابا چی چای آوردی؟ شلال رمضان خیر خیری عتب خیری جان جوره. یا راست. دهن ما بلدی شبیه چای نمیبینم چی مزه داری شما میگی چای. بریم به من صاحب بشینین که دو کلمه گفت دارم نورالله. باشه شما برین که من سعی کنم او تا به کجا برسید تا میجی کو برسید بدک. به خاطر که بعد اگه ما و شما اینجا بشینیم او تیر میشه پلباش. مثلا شفتال دارم میکردم کار خو اله کردم بیام و اینجا 5 دقیقه کار دارم من میرم کار دارم نورالله. با موجی بشینیم من سعی کنم من یک دقیقه. خب او دوره بیا. حالا اگه بیا تو بسیار ساعتی بیا. بیا یا بشینیم ماما. بابا. ای بیا. ترمز چای همی آورده که میشه خودی ماما تو میخوردیم اگه. نه مام نورالله نه مام میرم که ما کار دارم نه مام. بیزار از ترمز چای. چه عجب لالا رمضان به پیش ما آمدی واخری. به خدا چیکار کنم همین دیگه میت گاهی افتاد. اشتری خود کشتکارا خو کشتکارا امسال نام خدا خوبه. خوبه خدا رو شکر میت شه و رسپکت این بالا سر کشتا خوب. میگم نورالله. تیکو برادرم یک 4 کلمه گپ ما به تو آدم میگم. همین گیشا خو واخو. گپا مر به زن خود جاده. همین آخر عاقبت همین خوارزاده ما چیکار میشه؟ همین ما با تو میگم چیکار میشه؟ این چیکار شده؟ نام خدا هر روز که همین مادر خدا بیامرز از بمور رختی و شوشته میشه دیگی و بار کرده میشه جای انداخته میشه اگر یک ترمز چای میگه به سر همین زمینا بریم بیاورد اگر نه آورد کسی بجون نمیگه می ترمز چای هم وردا ببرک مثلا بیارن گپی هم کسی نداره. یعنی تو آدم از همین زندگی همین بچه خبر داری که همین دمه که من از همین سرا بیرون میشم همین مادرندر خودی از این چکار میکنه این چی روزگارا به سر ازی میاره چی ظلما به سر ازی میکنه همین زندگی خود تو خبر داری یا نه؟ همین خوارزاده ما گریه کرده بیامده به سر زمین آمده که ماما دل مامای بطرقه آخی مادرندر نیه ای بیخی اصلا ای من به یک حالت کرده که بیخی حد به قفص و موستدی یک ذره به فکر می بچه هم باش نورالله هر روز زن کردی بیخی این بچه هیچ چی شده با تو چی بگم لالا رمضان چی بگم یعنی اگر حال به پیش توی گپ بزنم تعریف کنم قدر تعریف هم داره هر روز که همی خدا بیامرز تو بمرد به خدا نه خیر از زندگی دیدم نه خیر از خونه دیدم نه خیر از بچه دیدم اصلا همین تا کمی بچه می بیامده به پیش تو گله داره گلام دست عزیزان بیشتره چی بگم در رابطه عزیزان بره تو به خدا چای به می خونه حالا بگم حالا چی بگم حالا خود مانید به می خونه میرم چای نیه نون نیه چه کار کنم لالا چی بگم سرما به درد آمد خدا نگم بیشتر چی بگم دیگه لالا رمضان در حال درد دل من بفهمیدی من به هر کس درد دل خود نگفتم بازم یک چیز دیگه رو برای تو بگم همین مادر خود آدم که نباشه به زیر دست مادرندرم باز همون ذره احترام میشه نمیشه دیگه همین دیوال وقت ساختمان میسازی دیوال از اول ابتدا تا و کج نقشتی همون ساختمان بسته به خاطر یک خیشت که کج گذاشته خراب میشه عروس اول که تو میزن عروسی کردی به می خونه خب بیاوردی اور میشوندی میگفتی همین بچه منه از او زن ما بمونده امیر مثل اولاد اگه قبول میکنه اصلا به نامزدی گپ میگفتی اگه از این ساعت و ثانیه قبول داری قبول کو اگه نداری زن نیست که به دردم بخوره حالا کم نورالله دوماد میبودی حالا کم دوماد بینی فرق نکنه اگر میتونی این بچه خور زندگی رو مرتب کنی خوب تا خوب اگر نمیتونی با عرض و داد و دگه هم که باشه این بچه تو به کنار ما استاده همین بچه تو ما پیش تو ور میدارم میبرم عرض زندگی از این مرتب کنم فکر به اول همین بچه خوب کو نه بابا چای مدرک داره نه نون مدرک داره نه به کجا خیشون معلومه نه رخت شوشتی دارم نه سر کله عدلی دارم ما بابا ما اگه خوش باشیم و نباشیم دیگه ما خودی شما و مدرندر خود چین نمیکنم یا میرم خدیم ما خود یا گندر هر طرف نرفتم همه که روی نختم همون تا میرم بابا معلوم آخر آقا بعد ما معلوم شد که چی کار میشه سرکو با چی می؟ من با تو چی میگم من مامات هم شیشتیه
من تا به می ساعت مثلا طرفداری تو نمیکردم، قبول دارم، چرا که هر روز که می زنه به خونه آوردم زندگی تو هم خراب شد، زندگی من خراب. از این ساعت آنی ماما تو به می شیشته اگر بفهمم که به حرف گفت تو نکنه، چای به تو نیاره، نون به تو نیاره، مثلا جا تو ننازه، رخت تو نشونه، دیگه به مو خدا قسم، دیگه به مو خونه مون نمیشینه. من نمی‌میت زنی وقتی که زندگی من خراب شد. حالا که 2 سال 3 سال به شهرسی غربت کردی، صاحب یک اولادی هم بشدی، تا به حال نتونستی هر روز اول برسونی، حال میتونی رسونده. اون نوالی بود که اون روز اول بشنده بدی اون راسته نشدی، حال که درخت شده اون میتونی راسته کنی. فکر خور به کار خوبم دا نور الله، زندگی تو همه بپشیده. همه من به تو میتونم میکنم اگه این دفعه خود به شکایت به پیش ماما دیگه بچی نداری، نمیتونی رسونده، به زیبرتی نشو که من زن کردم به فکر بچه دیگه خونه باشم. آخی هم آدم انسانه، این خوار ما به من مونده، همه خوار ما به تا خواهد میبینه حال بچه خود چی میگه، میگه تو اشتا براری که به فکر بچه ما نشدی، تا دامه که من بمردم به تو گفتم به فکر بچه ما بشی. البته زنده میام. باشی لالا رمضان که برو رای کنم برای چای بیار. خیر بی چای خور برو خودی سن خور برو بچه خور از زندگی رو مرتب کن. روز به روز درد و غم خوبتر میشه. بدیدین که ماما من نسبت به من احساس مسئولیت میکنه. شما که پیار منین، یعنی به زندگی من، به خرج من، به برج من، به رخت من، به کش من، به لباس من، به تیری من، به نجوری من احساس مسئولیت نمیکنه. بفهمیدین؟ اگه شما به فکر من هستیم که خوب تو خوب، اگه نی میفهمین میتونین کوش من، رخت من، خرج من، برج من مهیا کنین که خوب تو خوب. اگه نمیکنین گردن من یا برای ماما خوبی رو یا به هر طرف که رفتم اختیار خدا رو. سرکو بابا چی میگو؟ گوش کش تو چی میگو؟ دعا کو خدای پاک به هیچ مسلمان زن لیبات و گندر نده. چی کنده رو بابا من زندگیش مردم اول خوش نبیدم که شما زن کنید، با که ذکر کردین گفتین زن میارم مچون رخت مار بشوره، کوش مار بشوره، دیگ مار تیار کنه، انی بیا وردین گردن من ازی که تیار کنه امو پیرگه که بگی چی شده رو نکن. ای خدا راست میگم بچه من سیکو تو بگی زن امیت زن بیعقلی رفتادم کنان خود خلاص کردن نمیتونم. امید رمضان از دوستی به ما آدمی گفت بزد. آفرین خدا به پیاره بی آورده. دیگه کسبی گفت به من نمیزد. همه مردم زندگی دارم. کاش که من مردم زندگی بدیم. اونا از خود منه که اول فکر نکردم. اونجا باغچه دلم ماتم گرفته، خدا آسمان مار و دست کم گرفته، چرا نمازی شم شده به شهر هیرا، لبی بام غمری یارم غم گرفته، چرا کجی بیا رقیب چی میگی؟ قبایلی دارم من چشمات ریشم زنده بشی. شیرینی های چیه گله جو شیرینی های یعنی نجیتی بشی که به تو بگم بشی. آخه خوب گله جو بگو چی میگی؟ چی؟ بشی آها از این مسئله یک پرسونی از تو میکنم سه کنم گپ مر قبول میکنی به چی زن بیوه قبول دبی عدل آدم بگی شف شف نی شفتلو گله شف نی شفتلو. ما گفتم که تو اگه به چی زن بیوه هم هستی، تو مثلا نمایه بیار تو مادر تو یک کاره بکو غیره که دیگه بیا مزدور در خونه ما شو. بفهمیدی؟ رختات رو هم میدیم سال یک دست رخت هم تو اید بیگ میدیم. اولو گی لکاری تو نیمو معلوم میشه نی هم خورشید که ما بیام مزدور در خونه تو کله گنده شون. کله گنده تو کردن همه بند باشه جوجه ماری بگیریم دیگه ماست بچه به خیالم به نظر ماما جوجه ماره گیجی میه دم به در نظر ماما میگم نبیده میه سیکو زرده هرچی به دن تو میه میگی اول خدا بیا مرده مدر ما که فکر کرد پیار ما برا بسر
پیار ما بر ازان کرد خول قبول دارم که مثلا مادر اندر مرخله نمایه مثلا دیگه پایی عدلی رخته که گله من مزدور در خونه شما به 100 سال سیا نمیشون شکر نمیت ماما ندارو که نومی به تمام دنیا دنگ دنگ میکنه اگوش ماما خواهم برای تو تیر کردم بیا ما خودی پیار مگب ده و اگه به فکر خورزاده میشی بش بشو که اگه نمیشی به خدا رو میدارم میبرم به پیش و ما تا زنده باشیم این کلون میکنم جمع میکنم زن خونه میدونم من پیش ما باش بابا و عظیمی به تو میگم بودن تو کشید نباید دیر به تو میشیزه بیا خود ما کار کن تا شون برو خرامار بچرم قیافه ما به خرچرونده نمیخوره پیار ما شکر مقدر عمال زمین و گو گسپند نداره اگه با تو می بیا به در خونی پیار ما مزدور شو برو مو 4 تا گسپند نوار در بچرم آخه برای مثل که مادر تو مهمه مادر تو طور نمایه من خبر دارم مادر انده تو تاشون میزنه اصل خب بلا میکنه میزنه به زمین به سر صدفه میشینه میگه خور چکوشی کجی داغ خور نبینی کجی لب دور به این فجوری ها کسی نورده بفهمیدی بکن که باید بیایی سر تو به کار خود تو باشه به راه خو میری و به راه خو راسته پس میایی به کار شخصی مردم به کار خانوادگی مردم هیچ وقت دخالت نکن نه تو سر پیاز یه لگنی کنه پیاز اهله گنجی مزدور شو ده تا امال ما مثل تو نوکر خدمت بخونی خدا ری اسکر تو هم فقط میگی لنگ جرابیه برو گله برو تا برغه نگو اسکر تو میگو لنگ جرابیه گله امرو خیلی مادر در خود جنگ کردم به خدا دل بند سوخته از اون سر تو خیلی میکنم من خود مادر خواسته خود جنگ کردم برو به تو میگم برو یعنی دل لگنیه گردانم به من میبینی امرو به میمونی خبر بیدون نیکه میامدم امرو کفتاق به سر تو خیلی میکردم مزدور ما شو تعبیر تو بیخی 16 تا ما و خورشید برفته که ما بیان در خونه دل لگنیونه مزدور شو